کی پیل دکما بیارن لباشی کردستان کر. تکوشینا مروان آن جبو جیانه که باشتر، موچه که برند و نظام که عادل یک جوان تکوشینای کد جهانی دا کو مرو رزیج را بگیره. لی هر دم هنه کسیم کو دخوازن به تکوشین پروواکا بکن پیدا دبن. ام پیلوی دبینیم کو راسیا بنگهین یا هر تبگیره که گلری پر باش ببینن. یم کو دخوازن پیوندین ارینی دنابرا بایدن و کردان دا سابوته بکن هنه. البجارتین آمریکای بیاره که گرینگ بو و گلک در دور به بالداری لبنده بون و لگوری وی پلانسازی خود چه کرن. به سرفرازی بایدن را لروشلاتان آبین هر کسی که برین لپاخلا خدا بالا کرنه هولی. ترکیه بداوی بونا پیواجویا ترمپ را دخوازه بکه به هنجه دیین روژاوایی و داگر بکه. لعالی دن ایران حول داده و پینگاوه که زوبا بیجه. ده فکره کل روشلاتان آبین به چونا ترمپ را ده به اصراری بداوی به. هر چند ترمپ کشتنا کسین وکی قاسم سلیمانی اریکر لیوی جبو ایران، عراق و سوریه لکردستان زمین خوش کرد. که اف دولته دو گاوا پیش و گاوکی پاش باویجن. ایرانی دید که سردما بایدن امریکا و علاقه که زیادتر نشانی کردستانی بده. لا موضوع بریاردا و بلست تف بگره و بیواجهی ثابته بکه. جبو و ایران هم لعراقی هم جیل کردستانی کت نابا بزاویده. پیشی د 28 چریا پاشین ده لبغدای ایریش خو پیشاندانان کرد. 7 کس مرن، 7 کس جی بریندار بون. او بویرین کو چند روزن لدورو بر سلیمانی دمشنجی بردوامی همان پلانیه. اسماعیل قعانی لبغدا بکر هردتین چکری بو. د 21 کانونی دا اسماعیل قعانی جگری قاسم سلیمانی سردان بغدا کرد. پلانسازی هوجه لور هاتیه کرن. قعانی دی پلانسازی خدا ین لسر عراق دا نتنه شیعه وظیفه دار کرن. وی هر وها هن کس و ریخستین کو شریکین استراتژین دولت ایرانی نجی وظیفه دار کرن. ایران در رضا یکمین دا لروشلاتا نابین و عراق دا پالپشتا خود ده هزا چکدار یا حجد شعبی. هفپشکا ایران یا استراتژیک و در رضا دویمی دا تیتن ریخستنا پککیه. همه دتایو پیشبینی ددن نشاندان کو بویرین سلیمانی پکک دمشینه. پکک دخوازه خوبه بشیره. لی فتنه سلیمانی کاری پککیه. لی بلی همه دتایو کو دست مده هنه دست نشان دکن کو بویرا سلیمانی به پیلان پککی و حوالبندنوی وک لاهور جنگی و هند دردور دنیین سیاسی پیکاتیه. دوان روژین کو که آنی هات بغدا لبغدای هن کسین دینجی هبون او کس لاهور جنگی بو. لاهور جنگی د 16 چریا پیشیه دا چو بغدایو به سروک شیعه عمار حکیم را هفتیتینک بیگانی. دماکو خلف قاسم سلیمانی اسماعیل قعانی هاتیه بغدای لاهور جی لور بو او به لاهور را هفتیتینک بیگانی. ده همان روژه دا کومک اندام پککی جی دا که روش شنگال گوتوبیش بکن لبغدا بون. پککی سوزدا ایرانی بود بردیلا وی یکی دا او جی شنگال در نکبن او وی دنابا حکمت حریم کردستان دا آلوزیان درست بکن. آنگو لپشتی بیرین سلیمانی هفتیتین اسماعیل قعانی یعنی که او پککی هنه. او پیلان پاشی دجبینه که دویمی دا و جی هیلا تیمه که اطلاعاتی هزین زانیاری و پککی لقلت شولان حاطل دار خستن. بیتری هورگیلی لسر حاطل نقاش کرن و پیلان کرن. نقشه یا بنگهین دولت عراق و ایرانی د پیواژه را دستگیرنا کرکوکی دا د خیانت هردی چریه دا او بوکو ریا سرکی یا د نابرا سلیمانی و حولیر دا بگیرن و باجر سلیمانی ج حکومت حریم کردستان خود بکن. به ویر رنگی د استاتوی حریم کردستان بکبه یم کو او وظیفه گرتی سر ملی خو تیم لاهور جنگی و پکک بون. تیم پکک و لاهور جنگی لبیرن ایرو لسلیمانی د قومین برپسیارن. او دخوازن وظیفه خوی د سالا 2017 دا نکاری پیک بین ایرو دخوازن پیک بینن. یعنی که دخوازه برپسیارتی خویا ل ارگانیزه کرنا بویرین سلیمانی را بشیره. او سیاسته که دعالی بریوده بن. و ساخویا کو هفسرو که یعنی که بابل طلبانی هود ده و چاره سریان جبو پرزگری کان بریا حولیر را ببینه. لاهور جنگی جی به برهف کرنا که لپوری بمجوله. دما کو چتل سلیمانی بچکان ایریشان دبن سر بنگهیم پارتی لاهور جنگی 20 سال چوب بغدای دا کو او کسی کو بریا 20 روزان دیتی آنگو عمار الحکیم جاره که دی ببینه. بگومان دویلی سکیدا کسی دنجی هنه. ایران دولتی که کو آجان روان د ناوا اسرائیل د جهنه. د ناوا جیران خو آنگو هند پارتی و سازی کردستان دا خودی آجانونو ریخستن گیرینه. به تایبتی پیوندیان کمالا وکی ریخستن که اسلامی لگل ایران پر زیندینه. دنابا باسکی گوران دا سردسته. به گمان شاسوار عبدالوحید نوی نوجی هیا و خویای کوی ینه که اف چند روزن تلویزیون NRT جی گرتیه. لبله هر دو جی لسر یک خطی بزاوی دکن. تیما شاسوار جی به پکی که را دنابا اتفاقین هلبجارتنی دایا و همان خطی دو پاریزن.
خوشکا شاسوار عبدالوحید سیروا عبدالوحید یا کو پارلمانتر لسر حساب خوی مدیا جواکی وینین دالقاندنا آلا عراقی لسر بنگهین پارتین کردستانی پاربدگه آنگوین وان بویرین ویرانکر لسلیمانی دکن نگلی کرده لایانگرین دولت عراق و ایرانینه هکه براستی بنگه بویران موچبه یکو موچان نارکن دولت عراقیه بلا میلیون کرد لحولیر بجبن و عراق شرمزار بکن گر مسئله دوزا کردبون و کردستان بونی به هزین حجز شعبی لکرکوکی لگوندین کردین پلکان خواستن بود نوا 24 ده مجمرین ده گوندان والا بکن اف خو پیشاندار وی لکرکوکی لهمبری وی کوچبرکرنا کردان بسکنن تکیلیا بیرین لسلیمانی ده قومن بخو پیشاندان دموکراتیکا حق و عدالت دیو تونیه کومکچته هزین پاراملیتر دکبن نوا گلو گریارین تروریستی دیکن مسئله تگدانا ستاتویا حریم کردستانیه کسیم کو دوان چالاکیان دا چپ و راست گلباران دکین کینه هزا پاراسنا باشور لکویه هزا سفربر آ پاراملیتر هیا کو دبیگرین سلیمانی دا شدت بکارتینن او هز لحریم سلیمانی وکی پیرمگرون چمچمال کپری و کلار دست بیدگه کومک ریخستنکری یا چکتار دشه باجی رکی پیرا دشه باجی رگیدن آگر وید خواب جغورجی دشه باجی رکیدن آنکو همان هز لهر دبری دیگره اف هزا موبول کیه اف هزین پاراسنا گل آباشوی کردستانیه او جهیلا پککی و 27 خزیرانا 2019 ده خاطبو راگهاندن دبریم کو بویر لی قومینه او دبریم کو پککی جسالا 2015 و دبن ناو جوانو چاندو هنری دا پروردهی چکداری دای وان جوانان لور او کما چکدار یا ریخستنکری آب پاراملیتر لدیجی ریوبری حریم کردستانی وکی پلگس که تشغالاندن بگوتنه کدن هزین پاراسنا باشوری کردستانی این پککی در راستیه دا هزین 28 حکومت حریم کردستانی نه هاوجه کو کس خواب بخاپینه دوی هر تشت راست وره بناف کرن چالاکیه که مروان یا کو آبوری پیوره سر راست کرن و داخوازین داد پروری لسلیمانی توننه لسلیمانی پککی و ینه که کما شاسوار عبدالوحید به پیلانا دیکتاتوری و داگرکری و تفدیگرن و هزه که پاراملیترن هزا کل پیرمگرون پهنه داینه قدروی که پدکی یشی سالی سری جنان بشکینه آواهیان پارتیر بشوتینه آلای عراق لسردالقینه لچمچمال بچکین کلشینکوف و بنگیهان گلباران دکه و درشمین بیجی سروک آپو دا آویجنو نه دنگی گل کردستانیه جاشین ایران و عراقینه او کومکی کو ایخانت ل کردستان دیگه دبیر روشن بیرین کرد و ولات پارێزên راست وی لیستکی افشا بکنو کردستانی بپارێزن ولات پارێزên راستین کردستانی دوی مرو پارتی و هیزین کو عراق پارێزی و ایران پارێزی دکن افشا بکنو دجوان تکوشینا نستوپروری بمشینن حکومت حریم کردستانی یکانه پارچه رزگارگیری کردستانیه و هر چهار دولتین داگرکرین کردستانی دخوازن ویران بکن دوی ام همیل دجی وان کسین کو ایریش حکومت حریم کردستانی دکن ببین یک